قسمت بعدی. خیلی سرمایه داره که زمین کثیف نشه کرد شد همه شیره جلوه اولیه‌اش رو نداره ولی سنباله کشیدیم چرا رنگی خوره درست میشه. های الان دوربینه دید تازه دیدی؟ میدونی سر تو اپیزودا همون نه اصلا بذار زیرت بشین میخوای دارم بریم اپیزودهای دیتا کوتاه در اینجا میکنیم. خب رنگ رو میسازی قشنگه روشن‌تر ولی توسی‌تر. یه ذره ریخ کجا؟ نه رو رو همین باشیه چی؟ رنگ چرا من چی کنم؟ کاری دارم من با تو. آره جلو دوربین کاری نداره نه جلو دوربین هم کارش داره. بستگی داره کجا باشه. اصلا کی فوتبال داریم؟ 10:30. یه هفته از ما هستیم که گازم میگیری گازم نمیگیری هفته های پیگیری ولی این سری بچه ها قبول کنید که خیلی باتون مهربون بودم آره میدونی چرا؟ چون من پریود بودم. آره تخم نداشتم یه دوستی این سری یه جوری بچه بازی در میابا این هم بابا لیزر کنم میگه عزیزم نظر خوبه این؟ ببینید دستتو برداری آره خیلی توسی نیست الان بهتره نه؟ آره
یواش هم گازت میگیرم خود میگه محکمش کنم نقطه کورشه برای شاید باورم نشه تا امروز سوالم این بود که تلافروش گاف صندوقشون رو کجا میزنن سوال بدترم میدونستم تو ویترینش من نمیدونستم نه باید که تلافروش یه کامل ما آخرین کار بودیم که نستیم خودمون طلا برده دست خودتون بگه که هم از ازش کنم ما خیلی آدم قانعی هستیم نریم این دوتا کنسرت رو بیا بخریم یه مرد سخنی دیگه همون نشه خاطر خرید نهارم 20,000 تومان تخت خرید برای تخفیف دارم از همین رستوران 20,000 تومان این انگار روشن‌تره نی؟ روشن‌ترش کردم چرا؟ چون به نظرم خیلی تیره بود با دیوار زیادی یکی نمیشه خودش داره میگه یه هوا تیره تر حتی خب ما صدفتیمون تیره تر میشه و کرمش خیلی زیاد بوده خفه دلش دیگه پیدا هستی خوش بشه خیلی مثل اون قدیم‌تر نمی‌کنم که چیز بشه ترکیب بشه که نمارده بیم باینم که من نمی‌خواستم ماهی بمونه الان دیگه موضوعش نیست خب تو نفر ماه دیگه که سرش در میاد شاید باباتی میشه دوباره صبر میکنم تا کامل نمید هم نگاه می‌کردم یکی دیگه هستش که معمار نازنین حسینی همه ی هم اینجا یه دیگه هست چه هم اینجا که کار نکنم مثلا شمارش بردارم درصد خواهر میشه خواهرشم که ما نیست مثلا هم خواهر داره یه مامانش رئیسشه مامانش نماز مامانش باباش عمشه چجوری داری بالا رو نگاه میکنی یه دونه دیگه هم لکه هستی سمت راست هم بزید دو تا بند نمیشت سمت راست پایین کنم
بالا رو نگاه کنم که تو رو نمیبینم. الان نمیبینی؟ نه. چون شما پسر دیدتون خطیه کولی. ای شت. چی شد؟ چی؟ حتی مشکی افتاد یه لحظه. What the fuck؟ از دست کشم. من الان روبرو که نگاه میکنم تو رو میبینم ولی بالا رو که نگاه میکنم یه طور نمیبینم. الان من هم تو رو میبینم هم آرتی رو میبینم. چطور؟ پسر دید خطی دارن. مگه جغدی که پشت سرت هم ببینی؟ دارم میبینم. نه این جدیه که پسر دید خطی دارن من نمیبینم. دید خیلی آدم میبینم اون چشم. نه پسر فقط جلوشون رو میبینم. بغلا نمیبینم دختر بغلا میبینم. آینه بغل رو میبینم. همین آپشناییه که شما یکم عجله کردین. فکر کردین یه چیز دیگه تون اومده خیلی بار کردین شیلنگی چیش میکنید تمام بشه. میتونیم سرپا باشش. الان برامون یه سری دستگاه اومده که ما هم میگه بتونیم سرپا ما سرپا داره نمیخواد هزینه اضافه بدیم. حالا ما بقیه آپشنه رو ندارید ولی مهم اینه میگیرم پشت سرپا. نگاه کن تو ولی نمیتونی هرچی هم بدی نمیتونی بغلتو ببینی. مهم نیست. مهم جلو. اصلا بقیهش نمیده و همه درصد لذت واسه ما 80%. مطمئنم این شایعه است برای اینکه دخترها رو گول بزنه. تا چشم من یه دونه خودش تو کشیده خود دیگه بالا یه خطیه که نگرفتش سمت چپ همون جایی که داری میری نده همون قلمت کجا بود الان سمت چپ کجا نوشین یه جوری چشمش تراز بود که این نیم سانت دار بیشتر کمتر از نیم سانت 4 میل این 4 میل از وسط میبرتر آره بعد تو این وسط نیست رفت متر رو بار بزن یادش یعنی گیر تو هر کی جز من باشه نمیفهم بهش باید با طرز لیزری کار نوشین رو بیاریم خواست طرز لیزریه میشه سر هم کنیم میشه یا وسط کار رو برامون مشخص کن برو آخه دیروز اومد وسط کار مشخص کردن آخه وسطی که مشخص کرد وسط نبود این مرد
میذارم؟ آره میشه. نه که نمیشه. یه جوری اون یارو نقاشه گفت اینجا انقدر گرمه که هم گفتم واویلا که قرار خفه شیم گرمه. تو طول روز که طبیعه اینجا کار میکنه قشنگ. شاید در میبسته. آتی خوش شد سرطان میتونی بدی؟ نه هیچ روغنی نیستا. چرا؟ اکشالی چرا؟ پلاستیکی فکر کنم. آره پلاستیکه. دیروز یکی از این یاروهایی که مثلا شیشه رایگان برای ماشین اینا می‌آورده سمت نمایشگاه جوانبار گفت مثلا ماشینا بیاین شیشه بگیرید من رایگان دارم میدم مثلا 1000 تا شیشه ماشین آورده شیشه نه من دارم یارو با ماشین سالم میومد شیشه میگرفته میبرد و بفروشه. نباید میداد به نظرم. اینطور یارو خریده بوده از این خیر معیار بوده بوده که مثلا پخش بوده قرار بوده مثلا صورت جلسه و اینجور چیزا بگیره. از خیلی هم صورت جلسه گرفته بهشون چیزا. یه سری هم بودن مثلا شلوغ بوده واقعا هم خیلی نتونستن صورت جلسه بگیرن. این یکی دو نفر دیدن اینطوری تونستن بگیرن یه بقیه هم رفتن گرفت. ملت غیور رو شاید دیگه بستش باشه. خوبه؟ آره بزنی الان خوشه. آره خوشه. خیلی رنگ‌تر میشه دوستش. خب حالا رنگ چیز رو باید بسید کنم. وقت بعدی خداحافظ.